خب بچه‌ها، بعد از اینکه تمامی قسمت ها رو روی پارچه در آوردین، شما لازم دارین در قسمت لبه یک چیز نگهدارنده‌ای داشته باشین که یک ایستایی به لبه بده، که شما میتونین از قدک، از مقوا، از حتی مقوای کارتون ها هم استفاده کنین که من اینجا 2 مقوای ضخیم رو با چسب کاغذی و هم چسبوندم که قراره این 2 حالا در مراحل دوخت این 2 تیکه از داخل به هم دوخت بخوره و بعد این قدک بره لابلا. اومدیم رسیدیم به مراحل دوخت کلاهمون. این تیکه هایی که ما در آوردیم و یادتون هست که 6 تا تیکه هستش، برای 6 تا تیکه برای خود کلاه و 6 تا تیکه هم برای آسترش هست که ما میایم اینا رو همه رو به هم میدوزیم و وصل میکنیم. بریم برای دوخت. خب بچه ها، ما تیکه ها رو با هم دوختیم، تمیزکاری کردیم، از داخل اتو زدیم، از رو اتو زدیم. یه همچین چیزی فعلا برای ما تشکیل شد. خب به این صورت الان میریم بخش داخلیش، یعنی اینکه آسترش رو بپوشیم. اینم به همون صورت قبلی از مقدار جای دوختی که گذاشتیم میایم دوختمون رو انجام ببینیم. خیلی تمیز ما آستر رو وصل کردیم و خود پارچه اصلی رو همه تیکه هاش رو وصل کردیم، تمیزکاری کردیم. الان باید داخل کلاهمون قسمت تمیز آستر دیده بشه، یعنی قسمت تمیز آستر که به این صورته باید قسمت داخل کلاه. اول میام لبه کلاه که از قسمت لبه ما 2 تا از این تیکه در آوردیم را دور تا دورش رو میدوزم، ولی از این قسمت بالایی نمیدوزم چون این قسمت بالایی وصل میشه به کلاه. که به این مرحله رسید کلاهمون، خب میایم از قسمت لبه که میبینیم اینجوری دیده میشه یک نواری رو از یک پارچه‌ای که متناسب باشه، حالا رنگش مدلش خودتون میدونیم، میایم اینو به لبه این کلاهمون میدوزیم. اما چطور؟ یه جوری قرار میدیم که سر ته این نوارمون بازه. خب یه جوری از این قسمت قرار میدیم که روی نوار ما به سمت روی کلاه ما باشه و از لبه میدوزیم و بعد برمیگردونیم به سمت داخل که داخل رو هم تمیز نشون بده و بعد از قسمت داخل میتونیم یک کوک دستی بزنیم. صورت از این قسمت فیکس کردیم، لبه ها رو الان به نوار میدوزیم. خب به این صورت که این لبه رو اینجوری با نوار دوختیم، از قسمت داخل این دوخت رو کم میکنیم، بعد یک دوخت رو میریم و بعد از این رو به سمت داخل اتو میکنیم. میتونیم از این قسمت هم یه دوخت نیش بریم که این دیگه بره
داخل و دیگه برنگشت. ما رسیدیم به نهایت کار. همینطور که میبینیم خیلی عالی در اومده. حالا روی سر خیلی قشنگتر دیده میشه و اینکه داخل کارمون هم خیلی تمیز هست که آستردوزی شده. اینجا یکی دوخته رو هم رفتیم که دیگه به بیرون نیاد این نوارمون و خیلی قشنگ و خاص شد که شما میتونید یه دونه اینجا دکمه درست کنید از خود پارچه و روش بدوزید.